دادگاه نویه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان یک ملا را برای تعلیم غیر قانونی علوم دینی به مبلغ 640 سومونی و پدر دو شاگرد او را به مبلغ 192 سومونی جریمه بسته است. مرکز مطبوعات داستانی کل تاجیکستان روز 4 آگوست سال 2022 در شرح این پرونده گفت حلیموف نصرالدین دولتویچ ساکن جماعت یکتوت نویه جامی ولایت ختلان برخلاف طلبات ماده 8 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر و تعلیم و تربیت فرزند عمل کرده، فرزندان نابالغ خود علیموف عبدالرحیم سال تولدش 2011 و علیموف عبدالکریم سال تولدش 2013 را که خوانندگان صنف‌های 2 و 4 مکتب میانه رقم 54 می باشند برای در نزد شهروند عبیدزاده محمدالله تعلیمات غیر قانونی دینی آموختن اجازه داده است. پروکورور نویه جامی نسبت به علیموف بر اساس ماده 90 کودکس حقوق ویرانکنی‌های ماموری تاجیکستان و نسبت به عبیدزاده بر اساس قسم اولی ماده 474 پرونده های حقوق ویرانکنی ماموری آغاز کرده برای بررسی به دادگاه نویه ارسال نموده است. با قرار دادگاه نویه عینی از 14 فوریه سال 2022 نسبت به حلیموف نصرالدین به اندازه 3 نشان دهنده برای حساب‌ها برابر به 192 سومونی و نسبت به محمدالله عبیدزاده به اندازه 10 نشان دهنده برای حساب‌ها برابر به 640 سومونی جزای جریمه تعیین کرده شده است. در تاجیکستان از سال 2011 تعلیم علوم دینی تنها به فرزندان خود شهروند اجازه داده شده است. هر سال چندین روحانی را به تأسیس مدرسه‌های غیر قانونی و تعلیم علوم دینی به فرزندان مردم عیبدار کرده به جوابگری میکشانند. حامیان حقوق این را ایجاد محدودیت در راه آزادی دین و دسترسی مردم به تعلیم مذهبی نامیده به باد انتقاد میکشند، ولی مقامات تاجیکستان میگویند هدفشان از محدود کردن تعلیم علوم دینی پیشگیری از گرایش ساکنان بخصوص جوانان و نورسان به عقیده‌های افراطی و به صف گروه‌های تندروی دینی است و اما تعلیم علوم دینی را به شهروندان علایده در حال محدود کردند که در تاجیکستان بجز از یک دانشکده اسلامی دیگر یگان مؤسسه رسمی تعلیمی مذهبی وجود ندارد و ساکنان اکثریت کلشان مسلمان جمهوری نمیدونند به فرزندان خود چگونه حداقل اساسهای دینی را بیاموزند.